دو نفر خیلی زیاد بسیار اسلام برش لذت داره، یکی علامه اقبال لاهوری، یکی سید قطب رحمت الله علیهما، اردویشان. علامه اقبال لاهوری آدم صوفی بود، بس دیگه نمی خانقاه ها را مدح کنه، دیگه چیز نبود. زمانی که در امریکا رفت وضعیت غرب دید، یک دم انقلاب در ذهنش پیدا شد، یک دم توجهش طرف آیات انقلابی قرآن شد و بعد از این فهمید که ای اسلام کدام طایفه از بین برده، چی چیز از بین برده. از او خاطر بعد از او اشعار انقلابی را شروع کرد. شعرهای از او خیلی پرمعناست، هست یا نیست؟ انسان یک دم در حرکت میاره. سید قطب رحمت الله علیه عالم برجسته بود، وقتی در امریکا رفت حالات مشاهده کرد، خلاهایی که در اون نظام موجود بود و اینجا اسلام و خلاها را پر میکرد، هر دو نظاما با هم مقایسه شد، حال ارزش اسلام پیشش چی شد؟ بسیار قوت پیدا کرد. حالی که در زندان برای کلمه لا اله الا الله جان میده،